خب سلام بچه ها، خوش اومدین مگا گیم شو. و امروز اومدیم با میشه گفت بیشتر لتس پلی بازی بازمانده که اینم یک بازی ایرانی درست مثل لبه ترسی که داشتیم واکتروش رو میرفتیم. اما یکی لتس پلی چون بخاطر اینکه به شخص خوشم چی میگن از هم اگه دقت کرده باشی قسمت پارت 2 بازی لبه ترس رو دیده باشین، من اونجا خداوکیل خیلی ترسیدم. این یکی هم شنیدم خیلی ترسناک. ولی گفتم خب بیایم با هم دیگه لتس پلی ازش بریم و اگرم دیدم مثلا بازدید ویدیو خوب بود و شما خوشتون اومد یا خواستین ادامهش هم میریم دیگه. تبدیل مثلا یعنی به جای اینکه لتس پلیش بریم و تبدیلش میکنیم به واکتی رو کردم. بریم ببینیم این بازی بازمانده چطوریه. اوه چه جالب. تنظیمات گرافیکش متوسطه، بریم خیلی بالا چطوره. بازگشت ادامه بازی جدید. تازه کارم آسان، زیاد سخت نباشه متوسط. من یک بازمانده واقعی هستم. زیاد سخت نباشه متوسط باشه بهتره. ما چون اوه بچه‌ها فقط گرافیک و عشق اینا. تازه بهتون میگم بازی فقط نهایتش 275 مگابایته. در بیشترین حالتی که خوشم گفت 500 مگابایت. یکم صداشو کم بکنم. یکم یک ذره صداشو کم بکنم که صدای منم بیاد. بعد از تکسچر نگاه مثلا خیلی یکم بد کار شده، ولی خب بازم در کل نگاه میکنی خیلی خوبه. جونم 50. اوه بسم الله. این یکی فکر کنم قرار بیشتر ترسناک باشه. ببینیم اینجا چی داره اول. خب این چیه؟ ای کله است. دیاش فوتبالم بازی کرد. خدای من چه اتفاقی افتاده؟ صدا گذاری نداره این یکی دیگه. رایانه مایانه اینجا داریم و یایی نگاه کن. بسم الله. واقعا حالا یک کاشی داستانش هم میگفت که من شبیه یک جور پایگاه نیمچه فضاییه. مثلا من توی پایگاه فضایی هستیم. مأمور اول رساننده خود مرکز فرماندهی با حمله ناگهانی موجودات جهش یافته وضعیت پایگاه به هم ریخته و بسیاری از افراد کشته شدند. وضعیت پایگاه به حالت قرمز درآمده و تمام خروجی‌ها مسدود شدند. پس پایگاه فعلا و امکان ورود و خروج به پایگاه ممکن نیست. شما باید طبق دستورات پایگاه خود را سریع به مرکز فرماندهی برسانید. مقر فرماندهی در زیر زمین اول قرار دارد. خود را به راه پله ها رسانده و از طریق پله ها به زیر زمین اول بروید. فاصله و محل مأموریت بر روی نقشه مشخصه. مواظب زامبی ها و افراد عالم باشید. بسم الله. خدا بیشه که گرافیکش راضیم. با توجه به 500 مگابایت واقعا گرافیکش خیلی خوبه. این جعبه‌ایه میشه بازش کرد؟ نه این چیه؟ خب فعلا مسیر باید وضعیت اضطراری آسانسور فعلا فعال نیستش. خب این یکی چیه؟ این آسانسوره. خیلی خوب. راپله ها این اول اصلا. خب خوب بنظر میاد. چقدر گوله داریم. باید حواسمون یه جمع باشه. باز مثل لبه ترس همه گوله‌مون رو فنا ندیم. اوه متوجه اون نشده بودی که سرس میومد دنبالمون. نگاه بچه مدلینگ شبیه همون زنه است که تو پارت اول لبه ترس ما حمله کرد. بمیر دیگه. آیتم نمیدی مثلا کلتو بتر کنم. نه دیگه مردی بشک. این فکرم این بیچارم کشته. دل رودشون کشیده بیرون. جان تراکتور تو چی هستی وسط؟ اینا نوع خوندم ولی اینا کلاخود دارن. بذار پاهاشون بزنیم. نکنین اینا کلاخود نبود نه کلاه داشته واقعا. اگه میزدیمش
نگاه کله رو در آورده با یعنی گردنش رو کنده با ستون فقراتش کشیده بیرون. یاد مرتکب افتاده باید بازشانه در به کارت 5 بنفش نیاز داریم. آسانسور که فعلا فعال نیست. خیلی خوب مثلا اینه چیز میز این وسط یادمون نرفته. آسانسور که فعال نیستن مثلا اونا بیخیال. خیلی خوب بیاین از این مسیر بریم. چی؟ خطا سیستم قادر باز کردن درب نمیشه. چیکار کنم؟ پس اگه از این ور نمیشه رفت فکر کنم از اینجا بریم دیگه. خیلی راهی که میمونه. جان خشاب آماده کن علی. خشاب آماده کن که قرار دخلمون بیاد. اگر آماده است دی جانم تو کی هستی؟ من هست جانم. نبی بلا نهتی هدشات نمیشه کرده. میخوام خوشی که کن میاد برخلاف اونای با زامبیه توی لبه ترس خیلی چی میگن صداشون وحشتناک بود. فرصت هدفگیری هم خیلی کم داشت. نکه شاید بودویی چرا نه چراغ روشن باشه که اینجا میتونیم وارد چیز کنیم. باز ذخیرش این چیه؟ فکرم تو این بازی هدشات کردن زیاد معنی نمیده مثل لبه ترس. بس میزنیم همینطوری دیگه. گولا پر کنیم. این چیه؟ مهمات هم یه گوله علکه دارم. هر زامبی چند تا گوله میخواد؟ متاسفانه انقدر غرق زدنشون اینه که اصلا نشمردن. هی یکی دوتا سه تا چهار تا پنج تا گوله هر زامبی میخواد. خیلی خوب. این چیه؟ مهمات. بله 20 تا گوله اون بهمون داد. دمت گرم. فقط اگر میشد کله ملا بهتر کنه خیلی عالی میشه. خب 1 2 3 4 5 نه انگار 6 تا به قبلی اگه با 5 تا نموند. پاچ خدایی بسیاریم اونور بگردیم اینجا چی داره. خب نه انگار چیزی نیستش. فکر کنم اینطوری اگه بخواد باشه هر مأموریتش خیلی طولانی میشه. الان نکن اینجا ماییم و چقدر نقشش سری میره. سالن فرماندهی اتاق فرمان. یکم سرشو کم کنم خیلی اسپاس میسید. ای قلبو نیکم جراح بود چون لباس آبی داشت و قیچی میچی هم داشت. بریم خوش هدف رو نشون میده. من اول علکی میگردم ببخشید. خب مسیر از این مفکمت بریم دیگه. اینجا همینجا بودیم دیگه درسته؟
بعد از اینجا بریم. الان من فقط فعلا یه کارت داریم کنم، کارت سبزه. ای لعنتی داریم برمیگردیم ما. این هم ماده داشتیم مسیر رو برمیگشتیم. من مونده تو این بازی چه دویدن نمیزنم خدا که خیلی کار راحت تر میکنن. این ساعت 3 نمیتونیم بزنیم. این داخلش اینجا چی؟ اینجا زیر زمینه. فعلا که اینجا میگه بریم بالا بس. الکی چی فریجاست نریم و بریم سراغ اصل کار. جوش یکم ترسناک هست، مثل لبه ترس خودی تا حالا من توی سکته ننداخت. یعنی لبه ترس واقعا به همون نفس زدانی مرده آدم میترسه. همینطوری ایش فهم بلند بشه کو؟ نه نگاه واقعا مرده. من گوله همش هدر میدیم ولی خب میترسن دفعه اینا بلند شن. ساعت 1 باز اینجا. خب اینجا نبودیم دیگه. گوله ها رو آماده میکنیم. اینجا کلاس آموزشی بکنم بوده. نمیدونم مثل لبه ترس اینجا یادداشت ماداشتم پیدا میکنیم یا نه. اگر باشه که خیلی باحال میشه. خدایی خیلی پتانسیل داره بازیش. مثلا این نگاه الان کجا هدف نشون میده؟ میگه این وایی باید بریم. خب اینجا از این مسیر مطمئنا نیستش. ببین نقشه ما کجاییم؟ اتاق کنفرانس، اتاق فرمانده. خب بس بعد از اینجا بیایم اینوری ایناش. این خشاب رو برداریم. 108 خشاب. خدای من حتی فرمانده پایگاه هم کشته شد. متاسفانه مرکز فرماندهی مورد حمله قرار گرفته و تمام نیروها کشته شدن. حتی فرمانده پایگاه هم کشته شده. در این حالت فقط یک راه باقی است. باید به اتاق ارتباطات رفت و وضعیت پایگاه به مرکز فرماندهی کل مخابره کنید. سپس با دریافت دستورات و پیروی از آن میتوانید از قرنطینه خارج شوید. این تنها شانس شما برای خروج از پایگاه است. محل اتاق ارتباطات بر روی نقشه مشخص شده است. خیلی خب پس این یعنی مأموریت اول. دروده فرمانده آوردن بیرون. چه قشنگ سیبیل هم داشته. نگاه مثلا این الان روده طرف ها خدای بد نساختنش. یعنی لازم جو خوبی داره ولی خب فعلا میگم هنوز در حد اندازه جو لبه ترس نیست. لبه ترس خدایی اصلا چیز دیگه ای بود. یعنی شما بیدید همون دو قسمتی که ازش گذاشتم نگاه کنین. هرچه که قسمت اول متاسفانه صدام ضبط نشده، تو قسمت دوم نگاه کنین میفهمین چقدر داد و بیداد کردم. واقعا ترسیدم. جان ای تو کجا بودی؟ هدف رو موخت؟ این است. اوه یه صدایی بدی میاد. این همون خانم دکتر است. آقا چیکار کنم؟ فعال کردم. مشکلی در ارتباط با محور رخ داده. این مشکل از قطعی برق محور نشأت میگیره. برای حل این مشکل باید خود را بخش راکتور رسانده و مشکل را رفع نمایید.
اما برای رسیدن به بخش راکتور نیازمند کارت سطح 2 هستید. برای پیدا کردن کارت سطح 2 هم به بخش خوابگاهی رفت و با جستجوی اتاقهای کارکنان بخش راکتور کارت مورد نظر رو به دست آورید. برای رسیدن به بخش خوابگاهی از طریق راه پله ها به زیرزمین دوم بروید. محل مأموریت اتاق کارکنان بر روی نقشه خدا رو شد. خب این نقشش خیلی کارآمده، از این لحاظ خوبه. اوه تو چی میگی عمو؟ برو. هرچی اما عشر مثل دیره هست ریخته اینجا. الان باید کجا برم من؟ سالن فرماندهی، بخش ارتباطات، انبار. معمول پیدا کردن کارت شماره 2. خودش داره کجا میگه؟ بگم چه زیر زمین؟ چیه؟ چکار دارم زیر زمین ها؟ جونم شد 75. آه پس من آسیب دیده بودم. این فکر کنم همین مسیر این که صدای ترسناک کنه از توش. بریم. اوه آبو نیا جلو. آبو نیا نیا اخو وایو بگی لالا شب بخیر حالا. لعنتی زود باش. مرد سیاه‌پوست ها. گلار آماده باش بذاریم اینا خدایی یه لحظه برسن 10% از جونم هم توی برد مفتی. راه پله ها. بازی ذخیره شد. باز ذخیره شد. چطوری اینطوری میکنی؟ کجا برم؟ نه اشتباه یاد این ویبه خوب نزدیک. این وی باید میرفتن که باید چپه بالا میرفتن. یه بچه اینجا هم قبل نرفتیم. بعدش اینه که اینم درست مثل لبه ترس این زامبیا میکشی اصلا آیتم نمیندازن. نگو جان من داشتم این هم مسیر رو. اینکه در این وریه. بعد میرفتم پایین.
حقیقت بگم تا حالا گرافیک بازی راضی بودم ولی از خود بازی آنچنان خوشم نیومد. اوف چه خبر اونجا؟ اتاق فلان، اتاق بهمان. های مرز های اینجا تازه ترسناک شد. باز شد تو تنها باشیم یکم اختلاط کنیم. حالا دوست بریم تو وضعیت خشابون خوب نیست. این گلاب کنم باز میبینی یک دفعه وسط کار باز دوست لبه ترس کم میاریم. نه برای چی بزن هدشات هم هیچ فرقی نمیکنه تو کارا. این جواب بزن فایده داره نه. اینجا چی داریم؟ آخ چی شد؟ کی زد؟ این مورشی تو بودی؟ بیشتر ویبره میده که ترسش بیشتر باشه. خوبه نگاه مثلا گولش خالی شد وقتی دوباره شلیکو زدم خودش به صورت اتوماتیک ریلود کرد. وای اوه نه هدشات کردن فایده داره. فقط مثلا لبه ترس مغزشون میپاکه. میتونم چه استراحتی بکنم؟ جونی خونی مونی چیزی بدی میگه. بذار اینجا چی داریم؟ هیچ. اوه چرا گوله در بزن. الان خواهی باشد به مهمات بدیم. بعدی لبه ترس خیلی سخت مهمات میداد. واقعا مثلا سازنده گفت فکر نکردم مثلا توی قسمت دوم ما که با اون مرتی که دکتره که داشت به شکل پولمانم با اون میجنگ روبرو شدیم. زنی؟ ایرانی ها ساخته از زن بی‌حجاب استفاده کردن. خدا بیامرزش. بالاخره یه مهمات. این چیه؟ اینجا خبری از کارت نیست. ای حالا بگو فهمیدم چیه. ما باید حالا تمام اینا بگردیم فقط دنبال کارت برای کارت زپرتی. بچه ها شرمنده واقعا. من اینو واکتور نمیکنم چون ماموریتش خیلی چرته. میگه تو برو همه اتاقا رو بگرد با امید این که تو فقط بذاری کارت پیدا کنی. تازه اینم اول ویدیو یادم رفت بگم ولی 3000 تومان خرج کردم تا بازی تونستم دانلود کنم. باید همین اطراف باشه. باید تمام اهداف رو بگردیم. مسخره. من سرعت کنم کن شده دیگه حسابی رفته رو مخم. دارم یه گوله 10 گوله پلازمایی. این اصلا اصلا پلازماییه. خدا کنه اطراف یه تفنگ جدیدم بهمون بده. ساعت 1 هدشات بزن دیگه چیکار کنم؟ چند تا هدف مونده که بگیریم؟ 3 تا دیگه مونده.
به عنوان یک بازی که 3000 تومان بهش مثلا پول دادی، حالا میگم باز قیمتش نسبت به لبه ترس خودی منصفانه تر بود. ای 25% هر کدومشون. نگو اینقدر گوله به میدی جون بهمون نمیده. مسخره. این چیه؟ کارت اینجا هم نیست. مسخره. حالا باید کل اینا رو زیرو کنیم فقط به خاطر چی؟ یه دونه کارت. بعد نگاه مثلا اتاق، این هم اتاق میگردی، بعد یه دونه حداقل یه دونه جون بهت نمیده. ای برو همینجا میزنه بهت نده جلو. وضعیت جونی من خرابه، نمیخوام باز بمیرم. چه عجب. اینجا هم کارت نیست درسته؟ خب دوستان به نظر میرسه ما فعلا دا پیدا کردن ببین آخرین بخشم بگردیم. اگر چیزی که معلومه اونجاست کارت دیگه، ولی خب باز از کجا باید بریم سمت اون؟ درمان مشکل چی که درمان مرمان هم نداریم فعلا. چهل و یک خوبی. اینجا گشتم هر چیزی نیست. 40 39 این فکر 5 دقیقه بیشتر از زمانی که میشه میخوام برای واکتور بزنم طول بکشه، ولی خب بذار بریم دیگه. گرچه این واکتور رو هم گفتم نیست دیگه، همین لتس پلی بهترین عنوان برای اینه. حالا با به دست آوردن کارت سطح 2 میتوانید به بخش راکتور رفته و مشکل قطع ارتباط موافقه را حل کنید. برای رسیدن بخش راکتور از طریق راه پله ها به زیر زمین بروید که خب این دیگه متاسفانه ادامه دار نیست. خب دوستان ممنون که تماشا کردین. میگم بازیش بد نیست، برخلاف امتیازی که مثلا بهش دادن 4 و 8 نظر در اون حد نیستش. مثلا اینکه 3000 تومان بازی وسط پیاده‌تون میکنید، خب باز نسبت به قیمتی که لبه ترس شما پیاده میکنید 18000 تومان بهتره، ولی خب 18000 تومان در نظر بگیرین لبه ترس واقعا ترسناک بود. یعنی من چند جایی حالا تو ویدیو اول من تو ویدیو دوم دادم رفت هوا. به هر حال این بازی در حد همین لتس پلی میذاریم. اگرم دیدم بازدیدا خوب بود و اگه خوشت در بازدیدا اگه بدم بازدیدا ویدیو خوب باشه یا مثلا تو کامنت ها بخواین ازم ادامه‌ش هم براتون میرم و دیگه از لتس پلی تبیش میرم واکتورو. البته باز بستگی داره که شما خوشتون میاد نه، چون من به شخص خودم خوشم نمیاد که بخوام واکتوروشو بذارم. پس سلامت باشین و تا ویدیوی دیگه از مگا گیم شو. خدافظ.